دیروز گذشته یک پسر بچه 120 ساله در استکان غرق شد که در این حادثه 75 مغنی جان خود از دست دادند. در کافه علی انزلی سبز میدون اصفهان یک گروه منفجر 75 نلبکی کشته، 35 استکان زخمی. در این حادثه 15 قاشق زیر میز بود. رئیس جمهور قطر با قاطر تصادف کرد و در سفیر تونس نشست و پونزمت پاشد نتونست. همبرگر وزیر زنج آمریکا با سوس اسکالواسیون در ساندویچی ملاقات کرد. زکی امانی وزیر نفت عربستان سعودی دیروز وارد دیلگون و با مشت ابرام به گفتگو نشست. کبوترهای امامزاده زینبیه طی 2 پرواز جداگانه 4 پایگاه شکاری آمریکا در غرب واشنگتن را زیر ضربات تلغوز گرفته و همگی سالم در سپر سقوط کردند. مرکز کاریابی زباهن 75 زاروچش و 125 کارگر ساده برای ماشین نویسی فارسی لاتین نیازمند است. داوطلبان می توانند با در دست داشتن 2500 نسخه فتوکپی، 75000 نسخه نوشت شناسنامه، 180 شناسنامه عکسدار، 45 قطعه عکس 4090 روزهای جمعه ساعت 12 شب خود را به دارالفکاری رشت واقع در کف تشت معرفی کنید. و اما میگه خودت چیچه احمده میاری، میگم و اما اداره هواشناسی اعلام کرد هوای رشت 4 درجه زیر تشت، هوای همدان 6 درجه توی چمدان، هوای اردبیل 8 درجه بالای دستبیل، هوای ساری، باری، گاری، نگاری، سواری، سیرابی 50 درجه زیر صفر گزارش شده است. در 24 سال آینده هوای اصفهان صاف یا کمی یه بری پیش آقا ناصر همینجا باشه. این برای رادیو تلویزیونی هیچ کاسته نمیخوان.